باید این انتخاب درستی کارو جوابی بیشتر متخصصان بالاییات سوها و مفهومی ادبیاتی پیشگیری نمودن حالت‌های کاربردی بلند برداشتن مسئولیت کسبی و ترتیب بخشیدن فعالیت ادبیاتی و با این وسیله تامین رعایت مقررات کنستیتوشنی در خصوص کفالت یاری تخصصی حقوقی در تمام مرحله‌های تحقیق و مرافعه سودی میباشد. از جمله با مدت اول پیشنهاد شد که موافق آن اگر قبلا در بررسی پرونده با حیث مشورتچی خلقی اشتراک کرده باشد یا با مشورتچی خلقی مثبت‌اش اشتراک داشته باشد حقوقی در پرونده مذکور به صفت ادوکات معلومات کردن رو ندارد زیرا طبق ماده 34 کدکس مرافعه جنایتی جمهوری بلوچستان مشورتچیان خلقی هنگام به عمل برآوردن عدالت سودی از تمام حقوق‌های سودی استفاده می‌نمایند. وقتی که باید سوگند کسبی مثلا فرض کردیم آدم نظام مهنت رو نمیدونم باید یا که بکار حاضر نمیشود همینم هست یا نیست یا که چی رو در نظر دارم چون که چیزهای عادی رو در آنجا نمبر کردن که برای اونها اگر آدم از کار آزاد شود اصلا شخصانی که در این مقام کار میکنن و تجربه دارن و بعد دیگر فعالیت کردن نمیتوانند البته نادرست است. برای همین با همین مضمون من می‌خواستم شما همین چیز شرح می‌دادید که بعد اون مسئله رو بررسی نشه. در عملیات ما قراردادی نسبت سودیا و نسبت کارمندان پرокуратура هست که مورد بررسی قانون‌گذاری می‌کنند لیکن کردار آنها با کردار جنایتی شامل نمی‌شود. ببین خود حقوق شکنی قانون شکنی معین کرده می‌شود و کردار فراتون داشته باشند به بحث می‌باشد این چیزی باید حتما محکوم کرده شوند و این شخصان نباید نمی‌برد